سلام شوقی عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین. یوتیوب چینل ما را کابل شوقی را سابسکرایب بکنین، دنبال بکنین. امروز ما پیش بکتاش جان میریم. ازشان خواهش کردیم که اجازه بدن از کفترشون ما یک ویدیو داشته باشیم. در قسمت صاف کفتر، دواندن کفتر انشالله همکاری میکنن. ویدیوی ما را دنبال بکنین، انشالله در بین گپایشان دی بارم صحبت میکنن. ما سمت کوتل خیرخانه در حرکت هستیم. انشالله پیش بکتاش جان که رسیدیم تمام سوالاتان پیش ماست، ازشان پرسان میکنیم. ما رسیدیم به ریز بکتاش جان، یک ریز بلند، بچه خوشخوی، آرام، یک استاد خوب در قسمت شوق. دیگه ویدیوی ما را شما دنبال بکنین، سوالاتتان انشالله حل میشه. همراه ما باشین. دوستا دیگه بکتاش جان کفترهای خود ایلا کرد، کفترک های مقبول، ستره، کفترهای وطنی. زیادترشون کفترهای وطنی است، شوق وطنی دارن، دوست دارن کفترهای وطنی ده. دیگه حدودا کفترهایشان کونهش تقریبا 60 کفتر، 58 کفتر است. کفتر بازی میکنه، شوق میکنه. همینجا هستن، خودشان هم سلام خدا براتان میگن، چیزی که گفتنی داره انشالله برای شما در جریان میمونه. و ویدیوی ما را شما دنبال بکنین، ببینین چه قسم کفتر میدونه و کفتر وطنی چه قسم میکنه. ما سلام خدا خدمت شما دوستا تقدیم میکنم. سمیم جان یکی از دوستا خواهش کردن که میایم کفترهای شما رو میبینیم، یک ویدیو از کفترها میگیریم. گرچه تو کفتر خوب ما نداریم، مقصدم چند کفتر است که شوق میشه، همراهش شوق میکنیم. بعض دوستا از کفترهای بسیار خوب دارن، کفترهای بسیار زیبا رو نگاه میکنن. ما یک چیز کفترک ها هست مدام راه زمین ما شوق میکنیم، چیزی که در توان ماست که دوستا گفتن پرسان میکنیم، چیزی را که میفهمیم ان شاء الله برای شما هم شریک نه می‌سازیم. ماشاءالله ماشاءالله کفترتون خیلی مقبول است، خوب است. دیگه تا که در جریان هستیم کفتر رو نویلا کردین خوب مقبول گشت میکنن. بکتاش جان میشه باز در قسمت گشت کفتر اکثرا دوستا سوال میکنن که ما کفتر بازی میکنیم، کفتر ما نمیگرده، یا کفتر ما یکی دوست داره که بلند بگردانه کفتر، یکی دوست داره که پخش بگردن. حالا اینا رو میبینیم کم پخش میگردن، هم بلند میگردن. هرچی که خودتان بخواین هم کار بدل خودتان میکنن. در قسمت پخش دویدن کفتر یا بلند دواندن کفتر، تمام استادی کفتر فقط با دانه کفتر است. بله. دانه کفتر با وقت جاده شود، اگر دانه سیر دانه بپروری، سیر دانه بدی، کفتر بلند میگرده. اگر پخش دانه کم دانهشان کم بسازی، کفتر پخش میگرده. نظر به دانه است که دونم نه که تمام دانه کفتر کم کو کفتر پخش بگرده. او به انرژی با تقویت ضرورت داره، پس تقویت کنی صاحب انرژی باشه ولی دانش کم. انرژیش داده بتونی و تقویتش بتونی، دانش کم کو کفتر پخش میگرده. دانش زیاد بده کفتر بلند میگرده. بخشش باشه. من فکر نکنم که فقط با یک دانه کلش خلاصه شود. من میبینم خیلی چیزای دیگه در بغل داشتین. دوستان میشه میخواین که امرایشان شریک بسازین در قسمت صاف کفتر، در قسمت دواندن، در قسمت صاف دانی که چی میتین. و فقط یک فکر نکنم فقط یک ارزند و فعلا دیدم که دانیتون فقط ارزند و باجره با هم یک جای بودن. نی بسنده باشه به کفتر جنگی که چونین بگردن و بدون و تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه 2 ساعت کفتر بازی شوه برایشون. داره که کفترتون کلش ذاترش وطنی هم هستن، جنس کلان کلان هم هستن، جنس های خرد خرد ندارین، کلش کلان کلان شاندار هستن. دیگه دلا بلای ویدیو به دوستا بگوین که صاف چی است، درباره صاف معلومات بتین. حالا هر دوست نمیشه که مثلا هر کفتر صافش فرق میکنه، اندامش فرق میکنه. دی بارم برشان معلومات بتین که انشالله خوش شوند دوستا. من پیشتر به شما گفتم که کفتر دواندنش هم تمام استادی کفتر تنها دانه کفتر است که دانه گیری کرده بتونی کفتر یک اندازه باشه، یک قد، یک اندام باشه، کفتر میدون. و در قسمت صاف که شما پرسا میگه که صاف کفتر آل وقت صاف نیست. صاف در اول کفتر بازی میشه. صاف چند رقم صاف است؟ 3 رقم صاف مردم میکنن. هم 2-3 رقم را که ما میفهمیم، ما 3 رقم میفهمم که یکی صاف است که به کفتر بازی که کفترها که از کوریز خیست یک نیم ساعت، یک 40 دقیقه کفتر باید صاحب نفس باشه. صاحب نفس شد بعد از او آدم صاف میکنه کفتره. صاف مقصد صاف دوستا زیادتر دوستا نمیفهمن صاف یعنی چی. صاف این نیست که باید جاغور کفتر پاک بسازه. چیزی که در جاغورش از کفتر این رقم کرم می داشته باشه، باید نمور کلش بکشی صاف کنی. صاف کفتر است نمی. یکی صاف گرنگ است که در اول کفتر بازی میکنه، دیگه صاف سبک است که امرای امی شاخل و نان میتونی صاف بسازی. کفتر صاف نگاه کنی.
دیگه او صافه که به حساب او میکنی و در جاغور کفتر پف میکنی و دیگه است که باید یک چند نقادم درباره از اون معلومات تک زیاتر دوستان نمیفهم مگر او صاف بده صاف کنه کفتر شاید امکان داره که زیاتر کفتر بکشه و گنگز بسازه کفتر کسی که نتونه نمیفهمه بله. مشکل است. بله. در قسمت دانشان چه قسم دانشان مثلا ما دیدم که وقتی که دانه میدادین چند رقم دانه را به خود جدا ساختین که یک دانه بود که خود کفترها میخورد یک دانه را گفتین سر دانه میتیم دیگه درباره زیان میشه معلومات بتین. بعضی دوستان مثلا نو شوق میکنن میگن که ما فقط ارزن میتیم و توقعشون این است که باید کفترم خیلی خوب بدوه. در پولی ارزن باید چی چیزا برشان بده که کفترشان درست بگرده درست بدوه و دلشان نزنه. اما بهترین دانه و خوبترین دانه دوای سر نمی ارزن است. باختر که ارزن دانه سخت است. اگر دانه کلان بتی کفتر هم کفتر چاق میسازه و کفتر دانه را تیز هضم میکنه نمیپره کفتر گشت صحیح نمیکنه. ارزن دانه است که سخت است و درمان است شو میتی تا صبح دانه میمونه برای کفتر اما ارزن است. در پولیش باجرک یک ذره دانه کلانتر است کفتر خوش داره میخوره امی دانه دیگه کدام چیز دیگه نداره. شورک نپیش خب شور نپیش شورک نپیش طرف سنگی میبخشی بکتر جان اگر لطف بکنی درباره چاشنی کفتر یک معلومات مختصر بتی که چاشنی چه رقم جور میشه. بعضی از دوستا جایا رفتیم که چاشنی بیادر جواری چاشنی میکرد بعضی جایا دیدیم بیادر که مردم فقط دانه کلان چاشنی میکرد که فکر کنم که اویم کارم اشتباه است. خب بازم اما چاشنی درستش طریقه درستش ساختنش چه رقم ساخته میشه دمی بارم به دوستا اگر معلومات بتی خیلی خوب میشه. سمیم جان چاشنی هم خب هر کس هر قسم چاشنی میکنه. خب همین چاشنی که خودم مجبور میکنم و چاشنی ما کفرای خودم میتونم فقط همین گندم است. دانه کلان که خودت گفتی که جواری یا چاشنی میکنن دانه کلان کفتر شر میسازه سر ریز دانه کلان بدی کفتر شر میسازه دیگه. چاشنی که مجبور میکنم مینم گندم برنجلوک ابرای بنگدانه ایره دیگ امرای دیگ مندازی امرای شیر و بوره شیر شیرین میکنم ایل چای مندازیشان جوش میدی بعدا میره دم میدی دم دادی که جمعی شیر باید گندم و بنگدانه و برنجلوکی در خود جذب کنه خشک شود. بعد از یک جای اوار میکنید تا خشک شد خشک شد در دولگک انداختی یا در کدام پیپ انداختی در هر چیزی که انداختی مندازی امرای عرق گلاب یک دو سه قطره عرق گلاب مندازی که بسیار خوشبوی میسازه. خوشبوی شد نمو چاشنی کفتر است و کار را که میخوایی که مثلا کفتر رفت بدلت یک رفت آمد کرد یا بدلت چسبید رفت امرای کفتر خیلی حریف خورد چسبید پس آمد شیشتن یک چهار دونه از اون برشان مندازی بعض دیگه می چاشنی است. خودم شخصا نمیره چاشنی میکنم و همچنان میشه نان خشک کفتر بسیار رام میسازه و کفتر که رام باشه پیش خودت کفتر خودت باید رام باشه. اما فقط یک چهار نان خشک سر ریز میتیشه هم کفتر بسیار رام میسازه خوب است. تشکر زنده باشه. خب بکتر جان تشکر از اینکه به ما وقت دادی. سوالای دوست اکثرا سوالایی که داشتن تا اندازه حل شده. بازم اگر یک سوال داشتم
در قسمت صاف اوکی یا مو اوکی فعلا به کفتر میتن، چون صاف هم گفتن همیشه خب اوکی که میگن میتن خودتون فکر کنم اونجا بود، ما پیشتر دیدم. میشه درباره از یام براشان معلومات بدی که اوکی چه قسم جور میشه و چه چیزا باید ضرورت است که از او داشته باشن. چیزی که خودت سمیم جان سوال کردی که اوکی هم بار زمستان فرق میکنه که در زمستان باید چی جور کنی و در بار باید چی جور کنی. حالا با زمستان هم میرم با دوستا جور میکنن که بادیان است، جوانی است، هیل است، هیل چای، ختمی است، گر است، مرچ سیاه، شیرین بویه و شیر خشت. که شیر خشت اگر کسی دوستا توانایی مالی صحیح داشته باشه که شیر خشت به خاطر قیمت است تقریبا شاید خوردش از 3000 و 3500 بالاتر باشه. شیر خشت ایراتی البته ایش یک در کابل پیدا میشه، شیر خشت درست نیست. شیر خشت ایراتی خوبش اونموست دیگه نمیره به اندازه شیر خشت بسیار کم استفاده میشه که برای کفتر میتی کفتر دواندنش بسیار خوبش میشه، خوبش میده و بدلت میده. و چه رقم مثلا جور میکنی اینا باید چه قوقت شود چقدر بگیرن؟ اینا رو هم فرق میکنه سمیم جان بر چقدر کفتر میخوای جور کنی. بر که اندازه کفتر فرق میکنه، بر 20 کفتر جور میکنی، بر 30 کفتر جور میکنی، بر 50 کفتر جور میکنی، بر چقدر کفتر جور میکنی. اما اندازش اگر زیاد هم بتی خراب میکنه، اگر کم هم بتی فایده نمیکنه، چیز تاثیر نمیکنه. با من این شیر خشت که این موضوعی که شما گفتین صاف کردن در بار زمستان یک رقم است، نمی چیزا باید استفاده بکنن؟ نه سمیم جان بار زمستان فرق میکنه. بار زمستان در بار مردم یخی میته کفتر، در زمستان گرمی. در زمستان هم هوا سرد است، باید گرمی بتی کفتر گرم باشه. در هوای گرم کفتر گرم است، خود جسم کفتر هم گرم است، باید سردی بتی کفتر سرد باشه بدوه دوانده شود. زنده باشین. اگر خواست خدا بود ما انشالله از شما یک ویدیو میگیریم طریقه ساختش هم اگر زحمت نمیشه برای ما موادش براتان میاریم نشان میتیم براتان چیزی که شما بخواین انشالله در دسترستان قرار میتیم. شما امور با ما عملی بسازین و دوستام یاد بگیرن و هم شما را دعا کنن هم ما را دعا کنن. ما در خدمت هستیم، چیزی که در توانایی ما بود، چیزی که میفهمیم میگیم براتون. کدام مشکل ما نداره. زنده باشین، زنده باشین. باید تمام شوقی هم میرخم باشن. حالا اکثر دوستا از شوق کاملا روی گشتاندن. او یک شوق که فقط دواندنش لذتش دواندنش است. تمام دوستا اکثرا در سر بام می باشن که هم به شوقیایی که سابقه کار هستن مثل بکتر جانشان وره هم برای اینا مزاحمت میکنن و هم برای خودشان دل سرد میشن. حالا اونم یاد بگیرن بدوانن، لذت دواندن هم ببینن. یک چیز است که دواندن باختن داره دیگه. اینو باید قبول بکنن. کفتر که میدونی همین دویدن خود دویدن افتیدن داره. اینو باید قبول کنن. کفتر که توانایی همون گپ داره، تواناییشو داره، توانش میرسه، زورش میرسه، بای نمیره. کفتر که تواناییشو نداشت از پیش ضعیف شد، تقویه کردن نتونستی و رسیدگی برش نتونستی. خب دیگه حتما ما در قسمت از یام که چی باید تقویه بکنن از یام از پیش شما سوال میکنیم دیگه. ان شاء الله دوستا ویدیوهای ما را میشه دنبال بکنن، یوتیوب کانال ما را سابسکرایب بکنن. ما در قسمت هر مشکلی که داشته باشن، این خب فقط موضوع صاف و دواندن بود، در قسمت مرزام ان شاء الله ما ویدیو براتون میسازیم. دوستان ما را دنبال بکنن، ما را تنها نمانن. ان شاء الله هر مشکلی که داشته باشن حل میشه. ان شاء الله ما هم کاری خودم میکنیم، اون کاری لازم هم داشته باشیم همراهشون.